يا رب ضاق الخناق. توبه کدام کار سخت نیست، آسان است. یعنی میال تصمیم بگی در قلبت که دیگه گناه نمیکنم، خلاص. یعنی توبه است و همون گناهی که میکردی ترکش کو دیگه. اول باید گناه را ترک کنی، دوم پشیمان شوی، سوم به زبان استغفار بگویی، چهارم تصمیم جدی باشه که دیگه به این گناه نمیرم. الله چیزی که پاک صفا مثل که نو از مادر تولد شوی، مرگت بیا سیده جنت. به خاطر پیامبر میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کنده از گناه مثل که هیچ گناه نکرده. حتی اگر بسیار توبه اخلاص بکنی، بسیار باز عمل صالح کرده بری، حتی الله میگه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اما گناهتون به نیکی تبدیل میشه. سبحان الله. یا الله گناه ما را به نیکی تبدیل کن. یا میتونید توبه کنین. خب گناه زیاد است، غفلت کردین، به علم بودین، جاهل بودیم، هر کدام ما دیگه توبه کنیم و رجوع کنیم به الله، تعهد کنیم که کل اصلاح 100% عملی میکنیم. یک ذره شام نمیمانم، نه مستحب میمانم، نه سنت و نه فرض. اجتناب میکنم از گناه، حرام باشه، مکروه باشه، تحریمی باشه، تنزیهی باشه، هر نوع چیزی که ممنوع او را ترک میکنم. بیاین که این امیال ما و شما قلبا امیال تصمیم بگیریم و امیال توبه بکنیم و بعد از یک دو رکعت می تو یک نماز بخوانیم. خب که دیگه تصمیم مهمی که دیگه گناه پشت مردم نگرد. چی میشه چطور میشه. این امیال تو میشینی اگم تا می خیر چند وقت بعد مرگت می با چی جواب میدی؟ وقت نداره مرگ. خب هیچ قسمی پاک شو از گناه که مرگت آمد پیش الله هیچ نوع نقصان نباشه، هیچ نوع گناه نبا، پاک برو. زیرا الله در قرآن میگه و من یاتی ربه مجرما فإن له جهنم. هر که پیش ربش مجرم آمد جرم جنایت گناه کرده بود، یقینا از برای زیادش است. دیگه مجرم نریم. خب پاک کنیم، خدا مطابق توان عمل کنیم. ولی اگم تو را ببینی اگم گناه میکنه، چرا تو میکنی؟ صبر کو بخیر چند روز بعد، تا چند روز بعد ضمانت کردی مرگتا. باز امور ببینی که میمره، باز می توبه میکنیم بخیر، ای توبه هم نمیکنه. یک اجر رفتیم بخیر، هیچ الله او را اجر روان نمیکنه. و نموز که در مصیبت ها میمانه.